خیلی بامزه. اینجا رو ببینید، کارگرا دارن کار میکنن با سیم و آرماتور و فلان و اینا. الان هم کارگر رد شد. ویدیو رو قطع نمیکنم تا اینجا داشته باشین. من عاشق حیوونا. یعنی این کفترها اینجا رو با اینکه خرابکاری کردن کارشون نداشتم. بذار برم بالا. این احمقا داشتن لونه میساختن. بعد ببین آخه ببین با چی؟ با سیم خاردار و مفتول و اینا. تا اینجاش هم اشکال نداره، واقعا سیم خاردارا رو وا کرده. از این بین داشتم یه سری این سیما رو در می آوردم، بعد یکیشو کشیدم بیرون. اینو نگاه، کارگر بیچاره. آخه احمق، اینو برای چی آوردی؟ اون الان به همکارش شک کرده، فکر کرده تا یه دقیقه رفته دستشویی اومده همکارش اینو برداشته. نه یه کفتر چایی احمق اینو برداشته برده اینجا با اینا لونه بسازه. هوا چرا خوب شده چند وقته؟ اوه کفترچای، من فکر میکردم یا کریم، ولی کفترچای هم همینقدر احمق. الان بیچاره کارگره دنبال این میچرخه به همکارش شک میکنه.